خموری گفت از مبلغ گذاری و از زحمت و از سهم این ساکنان دیگه حرف زدن. خیلی خوشحال شدم که مردم ما امروز برای بهتر نمودن حیات خود چقدر سعی و کوشش میکنند. طوری که گفتم دیگه گرمچشمه یکی از مناطق که در تاجیکستان خیلی معروف است. هزاران آدمان با یک امید به همین دیار به همین معجزه خداوند میبینند، طبابت میگیرند، دم میگیرند. افسوس البته این سال از سبب کسلی آدم خیلی کم شد، ولی امید دارم که در سالهای آینده شماره سیاحان، شماره استراحت کنندگان به این دیه خوشمنظره تاجیکستان خیلی و خیلی زیاد خواهد شد. هنگامی که آب به هر خانه میره، حمام پیدا میشد، در آشخانه آب میشد، سطح پیداش زندگی بهتر میشد و هر یک شما میتونید که در خانه خود میهمان را قبول کنید. شما از تشبس‌های اساسا صلح وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشور جناب ولی امام علی رحمان واقف هستید که دنیا را چندین مراتبه از منبرهای بلندترین دنیا هشدار دادند که امروز تاجیکستان صاحب معجزه خیلی بی‌بهای طبیعت آب است و سالهای 2018 2028 را سالهای آب برای رشد استوار اعلام کردند و باعث است که سازمان ملل متحد تشبس سرور تاجیکان را دستگیری کردند. من از فرصت استفاده برده میخواستم یک بار دیگر با همه شما مراجعه کنم و درباره یک چند مسئله دیگر